سلام. امروز با معرفی محصول ملات خودتراز با برند آلندر در خدمت شما هستیم. این محصول برای تراز سطح زیر کار استفاده میشه و اجرای اون نیاز به تخصص بالایی نداره و با ترکیب ساده پودر با آب ملات ما آماده استفاده میشه. مرحله اول تمیزکاریه که سطح زیر کار از هر گونه چربی، غبار، رنگ و ذرات سست باید پاک بشه. برای این کار از برش سیمی، واترجت و جاروبرقی میشه استفاده کرد. در گام بعدی اجرای پرایمر داریم. استفاده از پرایمر یک مزیت کلی داره که باعث پیوستگی و چسبندگی بهتر ملات به سطح زیرین میشه. در این مرحله آماده سازی ملات خودتراز رو داریم که یک کیسه 25 کیلویی از پودر ملات آلندر رو میتونیم با حدود 6 لیتر آب مخلوط کنیم و با استفاده از همزن برقی تا رسیدن به یک ترکیب کاملا یک نواخت هم بزنیم. با در نظر گرفتن گیرایش سریع این محصول و با توجه به مقدار مورد نیاز ملات آماده شود. در مرحله آخر پس از اون که گیرایی اولیه در پرایمر زیر کار ایجاد شد، ملات آماده شده روی سطح پخش و با استفاده از غلتک مخصوص شروع به خارج کردن حباب‌های هوا می‌کنیم. این کار رو تا زمانی که یک سطح صاف و بدون حباب به دست بیاریم ادامه میدیم.